محمد رسول الله. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد 1 سال پس از بستن صلح حدیبیه با 2000 مرد غیر از زنان و کودکان از مدینه برای ادا کردن حج عمره برآمد تا بر عوض آن عمره‌ای که پیش از صلح حدیبیه که آن را پره نکرده بودند حج عمره ادا کند. همه آن اصحابی که در صلح حدیبیه همراهش بودند آنها را امر کرد تا با او برآیند. بعدها این عمره را عمره قضا نامیدند، یا به سبب صلحی که بسته شد یا اینکه به سبب عمره‌ای که آن را به جا نآوردند. همه آن اصحاب که در حدیبیه اشتراک کرده بودند همگی برآمدند مگر آنهایی که شهید شدند یا اینکه وفات کردند. برآمدند تا آن عمره‌ای را که پیامبر صلی الله علیه وسلم وعده کرده بود به جا بیارند. از مدینه به سوی ذوالحلیفه رفتند. وقت آنجا رسیدند احرام پوشیدند و نیت عمره کرده گفتند لبیک عمرة و به سوی مکه تلبیه گویان رهسپار شدند. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مردم همه تلبیه می گفتند، تلبیه گویان راه می رفتند. همه آنها دلشان مشتاق خانه خدا بود، در شوق زیارت خانه خدا بودند، در شوق خواندن نماز در خانه خدا بودند. حتی اهل مکه، کسانی که هجرت کرده بودند، شوق برگشتن به مکه در آنها پیدا شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم سلاح گرفته بود از ترس اینکه قریشی ها مبادا خیانت نکنند، لکن با این وجود او سلاح ها را داخل آن خانه ندرآورد. پیامبر صلی الله علیه وسلم سلاح ها را در خارج از مکه با 200 نفر گذاشت تا آنها سلاح ها را محافظت کنند. سپس به اشترش قصوا سوار شده به سوی مکه رفت، موافق آن عهدی که بسته بودند. پیامبر صلی الله علیه وسلم پیش می رفت و 2000 صحابه غیر زنان و کودکان همراهش بودند. وقتا به مکه نزدیک شدند، به درآمدگاه حرم مشرکان همه به تماشای مسلمانان برآمدند. به همدیگر می گفتند به محمد و اصحابش نگرید، بیماری های مدینه آنها را خار کرده است. پیامبر صلی الله علیه وسلم امر کرد تا کتف راستشان را کشایند و این چنین امر کرد تا در 3 دور اول با شتاب طواف کنند تا اینکه قریش و کافران مکه بدانند که کی را بیماری های مدینه آسیب رسانیده است. اصحاب تلبیه گویان در آمدند. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. دلهایشان تشنه خانه خدا بود. آنها طواف میکردند و مشرکان به آنها نگاه میکردند. مشرکان به آنها نگاه میکردند با یک ضیقی و تأسف. آیا اینها را هوای مدینه ضرر کرده است؟ آیا اینها را ماندن در مدینه ضعیف کرده است؟ آیا اینها به بیماری ها گرفتار شده اند؟ به اینها نگاه کنید. در قدم زدن طواف چقدر با شتابند. به قوه آنها نگرید، به کتفهای آنها نگرید، به چالاکی آنها نگرید. کدام بیماری آنها را سیرایت کرده است؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم با اصحابش 7 دور طواف کرد. سپس به سوی کوه صفا و مروه رفت و بین آنها سعی کرد. همراه با خود 60 اشتر داشتند که همه را به خاطر خدا همچون هدیه ذبح کردند. آنها را نزد کوه مروه ذبح کردند و پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت تمام گوشه های مکه جای ذبح است. سپس آنها را به خاطر خدا ذبح کرد. سپس اصحابش را امر کرد تا موی سری خود را کوتاه کنند یا اینکه بتراشند و اصحاب سرهایشان را تراشیدند و بعضی ها کوتاه کردند. یک گروه را روان کرد به سوی آن نگهبانان اسلحه تا اینکه آنها بیایند و حج بکنند و با همین حج پیامبر صلی الله علیه وسلم و اصحابش پره شد و آنها در مکه 3 شبانه روز ماندند. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. سپس مشرکان به علی رضی الله عنه گفتند تا به پیامبر صلی الله علیه وسلم بگوید که آنها 3 روز مهلت دارند، پس از 3 روز باید از مکه خارج شوند. علی رضی الله عنه نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفته خبر را رسانید. پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از 3 روز به سوی منطقه صرف برآمد
و آنجا با مادری مؤمنان میمونه دختری حارث ازدواج کرد و او را با خود گرفته به مدینه برگشت. مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد. خواست اسلام را پذیرد. نامش ولید ابن ولید بود، برادر خالد ابن ولید. پیامبر صلی الله علیه و سلم از آمدن او شاد شد و او را از برادرش خالد پرسید. گفت آیا وقتی آن نرسیده است که اسلام را پذیرد و یک جا در صف مسلمانان با مشرکان بجنگد؟ ولید از این پرسش پیامبر صلی الله علیه و سلم شاد شد و مکتوب برای برادرش خالد روان کرد که پیامبر تو را میپرسد، از تو میخواهد اسلام بیاری. کجا شد آن عقل تو؟ کجا شد آن فکری تو ای خالد؟ خالد نیز در این وقتها به اسلام فکر میکرد، لیکن تا کنون به قرار نآمده بود. خواب دید، مثل که خداوند با سبب آن خواب دلش را کشاد. در خواب دید که او در یک مکانی تنگ و خشکی است و او از این مکان به مکانی سبززار و دلکشای رفت. وقتا که به مدینه رسید، از ابوبکر رضی الله عنه تعبیر این خواب را پرسید. ابوبکر رضی الله عنه گفت سوگند به خدا ای خالد، من تعبیر آن را جز از شرک به سوی توحید آمدنت نمی بینم، از شرک به سوی اسلام. خالد قرار گذاشت از مکه به سوی مدینه سفر کند. سالیانی دراز بود با پیامبر صلی الله علیه وسلم می جنگید. خالد با مسلمانان در احد چی کار کرد؟ خالد در طول این سالها با مسلمانان چی کرد؟ او بزرگترین قماندان لشکر در آن زمان بود. اکنون خالد تصمیم گرفت تا به شهر پیامبر صلی الله علیه وسلم سفر کند. گفت از خدا امید دارم تا در این راه رفیقی برای من بدهد. در راه عثمان ابن طلحه را دید. او نیز همین قصد را داشت. آنها در راه عمرو ابن عاص را دیدند. خالد به او سلام داد. او پرسید کجا می روید؟ به عمرو ابن عاص گفتند ما به سوی پیامبر خدا می رویم. عمرو گفت آنچه شما می خواهید من هم می خواهم. هر سه راه مدینه را پیش گرفتند و به شهر پیامبر صلی الله علیه وسلم در آمدند. به نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم رفتند. وقتی آنها را از دور دید، پیامبر صلی الله علیه وسلم خوشحال شد. گفت مکه برای شما جگرگوشه هایش را پرتافته است. مکه برای شما جگرگوشه هایش را پرتافته است. پیامبر صلی الله علیه وسلم با هر سه آنها نشست. این هر سه به دین اسلام در آمدند. خالد کیست؟ عمرو ابن عاص کیست؟ عثمان ابن طلحه کیست؟ این هر سه از سرداران قریشند. آنها مردمانی با فهم و با عقل هستند. به دین اسلام در آمدند. خالد که شمشیرش سالیانی دراز ضد مسلمانان بود، اکنون همچون یک شمشیری از شمشیران خدا آمده است. خالد ابن ولید آمد تا پرچم اسلام را بالا بردارد و باقی مانده عمرش را به اسلام دهد تا گذشته را جبران کند. خالد گفت ای پیامبری خدا، خداوند را دعا کن تا گذشته مرا ببخشد. گفت ای خالد، اسلام گذشته انسان را نابود می سازد. اسلام گذشته انسان را نابود می سازد. در سال 8 هجری پیامبر صلی الله علیه وسلم سفیرش را با مکتوب به سوی بزرگ بصرا در شام روان کرد. در راه امیر بلقا که برای قیصر روم کار میکرد او را معارض شد. نامش شرحبیل ابن عمرو غسانی بود. او سفیر پیامبر صلی الله علیه وسلم را باز داشت و مکتوب را از او گرفت و آن سفیر را در صلیب بست، عذابش داد، سپس او را کشت. سفیر را کشت که باید نمی کشت. پیامبر صلی الله علیه وسلم این خبر را شنیده در غضب شد. چگونه یک سفیر را که برای جنگ نرفته است میکشند؟ او تنها نامه پیامبر صلی الله علیه وسلم را میبرد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در غضب شد و جنگاورانش را مجهز کرد که حدود 3000 نفر بودند تا به سوی روم بروند. رومی که بزرگترین دولت در آن زمان بود، تا آنها را برای سفیر کشته شده پیامبر صلی الله علیه وسلم ادب دهند. نام آن سفیر حارث ابن امیر ازدی بود. لشکر آماده شد. مردم مسلح شدند. وقتی انتخاب امیر رسید، پیامبر صلی الله علیه وسلم زید ابن حارث را سرلشکر قرار داد. او را بسیار دوست می داشت. گفت اگر او کشته شد، جعفر ابن ابو طالب سرلشکر شود. پسر عمکش که نو از حبشه آمده بود.
گفت اگر این هم کشته شد پس عبدالله ابن رواحه سرلشکر شود. و فعلا این لشکر برای جنگ با یک دولتی بزرگ آمادگی میدید. پیامبر صلی الله علیه وسلم قصدی رفتن با آنها را نداشت. آنها تنها بودند. همراهشان خالد ابن ولید بود که به نزدیکی اسلام آورده بود. پیش از اینکه این لشکر به سوی جنگ بروند، قماندان سومی گریست. گفتند چرا گریه میکنی ای عبدالله؟ آیا میترسی؟ گفت نه سوگند به خدا، ولیکن من سخن خداوند ذوالجلال را به یاد آوردم. وإن منكم إلا واردها یعنی دوزخ. كان على ربك حتما مقضيا یعنی وعده شده که ما حتما جهنم را میبینیم. ثم ننجي الذين اتقوا عبدالله ابن رواحه میگوید ما همگی به داخل شدن جهنم وعده داده شده بودیم، لیکن نمیدانم آیا از آن میبرایم یا نه. از این سبب عبدالله ابن رواحه گریان شد. مردم به او گفتند خداوند شما را سالم و پیروز و با غنیمت‌ها برگرداند. عبدالله گفت اما من این را نمیخواهم. گفتند چی میخواهی؟ در جواب به آنها شعری خواند. لكنني أسأل الله مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا. یعنی من از خداوند یک ضربه میخواهم که به آن بمیرم. میخواست شهید شود. أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشدا. همین خیل عبدالله با آنها خیر و خوش کرد. گفت من نمیخواهم با غنیمت برگردم یا با چیزی دیگر. من میخواهم جسمم در این راه پاره شود تا اینکه مردم ببینند که جسمم پاره شده است. همه این به خاطر کی بود؟ به خاطر الله ذوالجلال. لشکر آماده شد. لشکری که اولین بار بود که به سوی یک قوه بزرگ آن زمان میرفت، به سوی روم. لشکر به راه برآمد و پیامبر صلی الله علیه وسلم تا مکان ثنیة الوداع آنها را همراهی کرد. مردم آنها را گسیل کردند به آنگونه که گویا آنها بر نمیگردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم به آنها نصیحت کرده گفت نوزادها را، زنها را، پیرمردها را و آن عبادت کنندگانی در صومعه را نکشید و درختان را نکنید، دیوارها را چپه نکنید. آنها را به آداب جنگ آشنا میکرد و به آنجای بروید که حارث ابن امیر کشته شد. آنها را به اسلام دعوت کنید. اگر پذیرفتند خوب و اگر نه با آنها در راه خدا بجنگید. لشکر اسلام به راه برآمد با سرداری زید بن حارث، با محبوب پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی شام راه را پیش گرفت، حتی که به شهر با نام معان رسیدند. مسلمانان آنجا اردو زدند و کسانی را برای آوردن خبر از لشکر روم فرستادند. لشکر روم با 100,000 جنگجو برآمد. سپس از شهرها و قشلاقهای گرد و اطراف 100,000 دیگر به آنها ملحق شد و آنها 200,000 شدند. این خبر به مسلمانان رسید. 3,000 جنگجو باید بر ضد 200,000 بجنگند. آنها لشکری به این بزرگی را انتظار نبودند. آنها غافلگیر شدند. مسلمانان جمع شده مشورت کردند. چی باید کرد؟ چی کار کنیم؟ ما به آنها برابر نمی شویم. 3,000 بر ضد 200,000. چی کار کنیم؟ بعضی ها گفتند بر می گردیم. بعضی گفتند به سوی پیامبر صلی الله علیه وسلم مکتوب می نویسیم و از او می پرسیم که چی باید کرد. اینجا عبدالله ابن رواحه سخن را آغاز کرد. گفت ای قوم، آن چیزی که ما را خوش نمی آید این آرزوی هر یکی ماست. این همان شهادت است. ما با آنها با بسیاری عدد و سلاح همان نمی جنگیم. ما با این دین با آنها می جنگیم که خداوند ذوالجلال آن را به ما ارزانی داشته است. ای قوم، یا اینکه پیروز می شویم یا اینکه شهید. با لطف و برکت خداوند به راه می براییم. مردم به سخنان عبدالله ابن رواحه قانع شدند. لشکر اسلام که 3,000 نفر بود به راه برآمد و به منطقه با نام معطه رسیدند و آنجا اردو زدند. لشکر روم هم آمد. عدد آنها 200,000 نفر بودند. زمین را به لرزه درآوردند. اما مسلمانان 3,000 نفر بودند.
3000 در برابر 200,000 که مثل بحر در روی زمین می رفت. با سلاح و اسلحه اشان زمین را به لرزه در آورده بودند. وقتا این دو گروه به هم روبرو شدند، لشکر اسلام مثل یک قطره در برابر بحر بود. لیکن این اندک پر از ایمان و با صبر قوی مجهز بودند. اکنون جنگ شروع می شود. اکنون دو گروه می جنگند. اکنون این 200,000 نفر با اون گروه مسلمان 3000 نفره می جنگند. جنگ سر شد. مسلمانان با یک جسارت و ناترسی می جنگیدند. زید ابن حارث که پرچم بردار بود و قماندان این جنگی ها بود، تکبیرگویان به پیش می رفت. می گفت ای مردم محکم بایستید. آن محبوب پیامبر صلی الله علیه وسلم، آن سرلشکر به پیش می رفت. لشکر روم آنها را گیر کرده بودند و زید با یک شجاعت و ناترسی می جنگید تا اینکه به زمین افتانیده شد. سرلشکر مسلمانان اولین شده در این جنگ کشته شد. پرچم را جعفری تیار به دست گرفت. پسری عمک پیامبر صلی الله علیه وسلم، جعفر ابن ابو طالب، پرچم را گرفت و به پیش می رفت و در راه خدا می جنگید. ناگهان دستی راستش بریده شد. از اسب فرآمد و به پیش می رفت. دستی راستش بریده شد لیکن بر نمی گشت. مؤمنان تکبیر و تحلیل می گفتند. جعفر پرچم را به دست چپش گرفت. با یک دست می جنگید و پروای هم نداشت. خون جاری می شد. اعضای بدنش پاره می شد. تیرها همه به سوی او انداخته می شد. آنها به سینه اش می افتیدند. دستی چپش نیز بریده شد. پرچم مسلمانان تا امروز نافتیده بود. خودش را با پرچم پرتافت و با کتفانش پرچم را گرفت تا نافتد. تیرها به سر او میریخت، لیکن او نیز از سبب تیر زیاد خوردنش به زمین افتاد. جعفر نیز کشته شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم در حق او گفت من او را در جنت دیدم که با دو بالش پرواز میکند. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. جعفر به زمین افتاد. ای مردم، عبدالله ابن رواحه کجاست؟ سرلشکری سوم. عبدالله پرچم را گرفت، لیکن در اول وقتا که لشکری روم را دید در شک و تردید افتاد. با خود گفت سوگند میخورم ای نفس، اگرچه تو بد هم بینی من میفرایم. چرا تو جنت را بد میبینی؟ ای نفس اگر نمی جنگی پس بمیر. اگر تو مثل آن دو سرلشکر بجنگی هدایت مییابی. اینجا عبدالله تکبیرگویان جنگ را دوام داد و با مردم گفت ای مردم محکم بایستید. جنگید و حتی که او نیز کشته شد. این سه سرلشکر کشته شدند. آنها را پیامبر صلی الله علیه وسلم برگزیده بود. محیبش زید ابن حارث، جعفر، عبدالله همگی کشته شدند و غیر اینها پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی دیگری را برای سرلشکری نام نگرفته بود. جنگ هنوز ادامه داشت. مسلمانان بی سرلشکر بودند. جنگ شدت گرفت. قوه روم از قوه مسلمانان چندین مراتب زیادتر بود. با این وجود مسلمانان تسلیم نمی شدند. در راه خدا می جنگیدند. آنها در راه خدا خسته نمی شدند. پرچم را یکی از مسلمانان با نام ثابت ابن ارقم گرفت. گفت ای مسلمانان، ای مسلمانان، با یکی از مردان خود برای سرلشکری اتفاق کنید. آنها گفتند تو بشو ای ثابت. گفت نه، سوگند به خدا من نمی شوم. آنها خالد ابن ولید را صدا زدند، یکی از شمشیرهای خداوند ذوالجلال. او اولین بار بود که همراه با مسلمانان می جنگید و همگی اتفاق کردند که او سرلشکر بشود. او پرچم را به دست گرفت. او خالد ابن ولید است. او مردی است که در جنگیدن تجربه خوب دارد. مسلمانان می جنگیدند. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. بلکه مرده های رومی از مرده های مسلمان دیده زیادتر بود. خالد ابن ولید شمشیر را گرفت، می جنگید تا اینکه شمشیرش شکست. شمشیر دیگری را گرفت، حتی که این شمشیر نیز در دستش شکست. میگوید 9 شمشیر آن روز در دستم شکست. اصحاب در این جنگ صبر میکردند از اولی روز تا آخری روز و خسته هم نمیشدند. فلم یهنوا لما اصابهم فی سبیل الله
وما ضعفوا وما استكانوا. مسلمانان ضعیف نمی شدند، در راه خدا می جنگیدند، برای جنتی که پهنایش به اندازه زمین و آسمان هاست می جنگیدند. خالد می گوید بعد از اینکه 9 شمشیر شکسته شد، شمشیر یمانی را گرفتم و با آن می جنگیدم حتی که چندین کس را از پا افشاندم تا اینکه روز به پایان رسید و شب درآمد. اینجا مسلمانان یک طرف شدند، رومی ها نیز یک طرف. خالد نمیدانست که چی کار بکند. با این 3000 نفر در برابر 200,000 رومی چی باید کرد؟ اینجا خالد یک نقشه حکیمانه جنگی را کشید. به کسانی که در طرف راست لشکر بودند گفت به طرف چپ لشکر آیند و آنهایی که در طرف چپ بودند آنها را به طرف راست لشکر ماند و کسانی که پیش می جنگیدند آنها را به عقیب آورد و آنهایی که در عقیب بودند آنها را به پیش آورد و این بسیار یک نقشه خوبی بود. در روز دوم وقتی که لشکری رومی ها جنگ را شروع کردند گفتند این لشکری که دیروز می جنگیدیم اینها نیستند، این لشکری دیگری است، این لشکری کمکی است که از مدینه برای کمک آنها آمده است. مسلمان ها هزاران هزار از مدینه آمده ایستادند. روم از این نقشه بیخبر ترسیدند که به آنها لشکری کمکی آمده ایستاده است. در دلهایشان ترس جا شد، زیرا آنها در راه خدا نبودند. اما این 3000 نفر ثابت و استوار بودند، زیرا اینها در راه خدا می جنگیدند. به این نقشه حکیمانه خود خالد آهسته آهسته به قفا برمیگشت. روم باشد از ترس نزدیک نمیشد. گمان میکردند که آنها نقشه دارند. این دیگر لشکر است. شاید آن صحرا پر از لشکری مسلمانان باشد. به آنها قوه کمکی آمده است و آنها در این صحرا برای ما نقشه مکارانه کشیدند. این یک نقشه حکیمانه از جانب شمشیر خدا خالد ابن ولید بود. خالد ترسید که اگر همین خیل به قفا برگردد رومی ها آنها را دنبال کرده همه‌اش را میکشند. لیکن وقتی که حالت لشکر را تغییر داد رومی ها ایستادند. خالد آهسته آهسته به قفا برمیگشت. رومی ها نیز با 200,000 جنگجو به مکانهای خود برگشتند و خالد نیز برگشت و پیروزی در آن بود که آنها همگی کشته نشدند. همین طور خالد با لشکری خداوند، با مردانی که در راه خدا جنگیدند، با لشکری که هر 3 سرلشکرانش کشته شده بودند به مدینه برگشت و پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را پیشواز گرفت. نقطة الإباء والصحاب الصالحين قدوة لنا وسوف نبقى مسلمين. عندما استشهد زيد إنبرا جعفر نحو لواء المسلمين يحمل الراية حتى قطع ساعداه من سيوف الطامعين. ثم من بعده عبد الله لم يعص ما أوصى به الهادي الأمين. ثم من بعده خالد أتى سله الله لنصر المؤمنين. وقتا پیامبر صلی الله علیه وسلم مرگ جعفر را شنید که او را بسیار دوست می داشت، به سوی عائله جعفر رضی الله عنه رفت و فرزندانش را صدا کرد، نزد آنها نشست، آنها را بوسید و سر آنها را سیره کرد. وقتا مادر آنها این کار پیامبر صلی الله علیه وسلم را دید گفت ای پیامبری خدا، مثل که از جعفر و یاران او چیزی را دانسته ای؟ گفت آره، آنها را مصیبت رسیده است. زنی جعفر گریان شد. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت آیا می ترسی که فرزندانت بی سرپرست می مانند؟ من سرپرستی آنهایم. پیامبر صلی الله علیه وسلم کفیل آنها شد. سپس به زن جعفر رضی الله عنه بشارت داد که جعفر را دید که در جنت با 2 بالش پرواز می کند. از این پس جعفر را همچون جعفری طیار نام می کردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم بسیار غمگین شد. وقتی که از نزد عائله جعفر برآمد به مردم گفت برای عائله جعفر طعام آماده کنید، زیرا آنها مشغولی مصیبتند. پیامبر صلی الله علیه وسلم هر 3 آنها را که کشته شده بودند دوست می داشت. اصحاب برگشتند. آنها با بزرگترین دولت در تاریخ روبرو شدند. از مردم عرب کی گمان میکرد که بر ضد روم می جنگد؟ 3000 نفر با 200,000 نفر جنگیدند و عدد کشته شده ها از طرف مسلمانان
نسبت به کشته شده های لشکر روم کمتر بود و عدد کشته شده ها از طرف مسلمانان نسبت به کشته شده های لشکر روم کمتر بود. از این سبب پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را کرار نامید. آره، بعضی ها کشته شدند، ولیکن آنهایی را که در راه خدا کشته می شوند مرده مپندارید، بلکه آنها زنده اند، نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. همین طور صحیفه پوشیده شد و شرافت و کرامت امپراتوری روم جریحه‌دار شد. مردم دانستند که لشکر اسلام امروز با بزرگترین دولت، با بزرگترین قوه روبرو شده توانست. بلکه پیامبر صلی الله علیه وسلم اصحابش را به فتح بیت المقدس، به فتح قسطنطنیه و فتح روم بشارت داد. حتی که پرسیده شد که کدام یکی از این دو اول فتح می شود، قسطنطنیه یا اینکه روم؟ گفت قسطنطنیه و فعلا آنجا فتح شد و آنها را به فتح روم بشارت داد. همین طور پیامبر صلی الله علیه وسلم روحیه آنها را بالا می برداشت، با وجودی که آنها مصیبت دیدند، لیکن برای مسلمانان هر دو حالت خوب است، پیروزی یا شهادت. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يضيء دروبه